أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. الله آن حقیقتی است که هیچ معبود بر حقی جز او نیست که لایق عبادت باشد. زنده پاینده است که تمام امورات عالم را به تنهایی و با دقت انجام می‌دهد. هرگز به خواب عمیقی فرو نمی رود و حتی چرت او را فرا نمی گیرد. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. هیچ کس نمی تواند نزد او شفاعت کند مگر با اجازه او. آینده و گذشته آنها را می داند. کسی نمی تواند از علم الهی چیزی را فرا بگیرد مگر به اندازه ای که او خواسته باشد. قلمرو پادشاهی او آسمانها و زمین را در بر گرفته است که حفظ و نگهداری آنها برای او دشوار نیست و الله بلند مرتبه و بزرگتر از تمام مخلوقات است. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس هنگام صبح آیت الکرسی را بخواند تا شب از جن محفوظ میماند و هر کس آن را شب بخواند تا صبح از جن محفوظ میماند. بینندگان محترم شبکه جهانی نور، نظر به این که باورها و اندیشه های راستین توحیدی نقش حیاتی در سعادت هر فرد ایفا می کند، هدف تنها مجرد تلفظ این ادعیه نبوده، بلکه توجه و عمل به مفاهیم توحیدی این اذکار مد نظر است که خود مهمترین عامل بر رسوخ این باورهای توحیدی در فرد به شمار می رود، به امید عمل به مفاهیم توحیدی اذکار نور. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. به نام الله که رحمتش بی نهایت است و آن را به تمام آفریده هایش می رساند. بگو الله یکتای یگانه است، همه مخلوقات محتاج او هستند و الله از همه آنها بی نیاز است. نه فرزندی دارد و نه او فرزند کسی است و برای او هیچگاه شبیه و همتایی نبوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. به نام الله که رحمتش بی نهایت است و آن را به تمام آفریده هایش می‌رساند. بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم از شر هر آنچه که آفریده است و از شر شب تاریک آنگاه که همه جا را فرا میگیرد، از شر زنان جادوگری که در گره ها می‌دمند و از شر حسود بدخواه آن زمان که حسودی می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. به نام الله که رحمتش بی نهایت است و آن را به تمام آفریده هایش میرساند. بگو پناه میبرم به صاحب اختیار مردمان، پادشاه و فرمان روای مطلق انسانها، به یگان معبود حقیقی آنها، از شر شیطان وسوسه گر. چون ذکر الله گفته شود باز پس می رود، آن که در دلهای مردم وسوسه می اندازد، خواه از جنس جن باشد یا از انسانها. در حدیث صحیح از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که فرمودند هر کس این آیات را 3 مرتبه هنگام صبح و 3 مرتبه هنگام شب بخواند، خداوند او را از هر چیز کفایتش می کند. امسینا و امسی الملک لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ما و تمام مخلوقات صبح را به شب رساندیم، در حالی که مالک و صاحب اختیارمان الله است. تمامی ستایش ها و تعظیم مخصوص اوست. نیست معبودی به حق مگر الله یگانه که هیچ شریکی ندارد. فرمان روایی و ستایش از آن الله است و او بر هر چیزی تواناست. پروردگارا، من خیر آنچه را که در این شب است و خیر شبهای بعد را از تو میخواهم و پناه میبرم به تو از شر هر آنچه که در این شب و شبهای بعد وجود دارد. بارالها، از تنبلی و عواقب بد پیری به تو پناه میبرم. صاحب اختیارا، از عذاب آتش جهنم و عذاب قبر به تو پناه میبرم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
الهی با عنایت تو روز را به شب رساندیم و به امر تو صبح نمودیم. به خواست تو زنده ایم و به امر تو میمیریم و در نهایت بازگشتمان به سوی تو. و الیک النشور. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الهی صاحب اختیار من تویی، معبودی غیر از تو نیست که لایق عبادت باشد. مرا تو خلق کردی و من بنده ناچیز تو هستم و تا آنجا که توان داشته باشم بر عهد و پیمان خود وفادار خواهم ماند. از شر اعمالم به تو پناه میبرم. به نعمتی که بر من عطا نموده ای آگاهم و به گناهانم اعتراف میکنم. مرا ببخشای چرا که جز تو کسی گناهان را نمیبخشد. انه لا یغفر الذنوب الا انت. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس هنگام شب این دعا را با یقین بگوید و در آن شب بمیرد و یا صبح بگوید و در همان روز بمیرد به بهشت وارد می شود. اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملة عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. بار الها در این شامگاه تو را و حمل کنندگان عرشت را و تمامی ملائکت و جمیع مخلوقاتت را گواه میگیرم بر این که تو الله هستی و هیچ معبود دیگری غیر از تو نیست. تو بی همتا و یگانه ای که هیچ شریکی نداری و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده توست. در حدیثی از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر کس صبح یا شب این دعا را 4 بار بخواند خداوند او را از آتش نجات می‌دهد. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الهی هر نعمتی را که در این شب به من و یا یکی از مخلوقاتت ارزانی داشته ای از فضل و کرم توست. شریکی نداری و تمامی ستایش ها و شکرها برای تو. فلك الحمد ولك الشكر. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس این دعا را در هنگام صبح بخواند شکر آن روز را ادا کرده است و هر کس هنگام شب آن را بخواند شکر آن شب را ادا نموده است.
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. الهی مرا در بدنم عافیت ده، بار الها در گوش و چشمم عافیت ده. الهی جز تو معبود دیگری وجود ندارد، از کفر و فقر و عذاب قبر به تو پناه میبرم. غیر از تو معبود دیگری نیست که لایق عبادت باشد. و اعوذ بک من عذاب فی القبر، لا اله الا انت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله برای من کافی است، زیرا غیر او معبودی نیست که دعاهای ما را بشنود و اجابت کند. تنها بر او توکل می کنم و او صاحب اختیار عرش بزرگ است. در حدیث صحیح از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند هر کس این دعا را صبح و شام 7 بار بخواند، خداوند امور مهم دنیا و آخرتش را کفایت می کند. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الهی از تو میخواهم مرا در دنیا و آخرت ببخشی و سلامتی عنایت فرمایی. بار الها از تو میخواهم خطاهای دین و دنیایم را ببخشی و خانواده و اموالم را حفظ کنی. الهی عیبهایم را بپوشان و ترسم را به ایمنی مبدل ساز. الهی از خطرهایی که مرا از روبرو، از پشت سر و سمت راست و چپم، از بالای سرم تهدید می کنند محافظت بفرما و به بزرگی و عظمت تو پناه میبرم از اینکه از زیر پایم در زمین فرو رفته و کشته شوم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الهی ای یگان دانای عالم که نهان و آشکار برایت یکسان است، ای پدید آورنده آسمان ها و زمین،
و ای خالق و صاحب اختیار تمام مخلوقات، شهادت می دهم که هیچ معبودی غیر از تو نیست که لایق عبادت باشد. پناه می برم به تو از شر هوای نفسم و از شر شیطان که مرا به عبادت غیر تو وادار کند تا اینکه مشرک شوم، و پناه میبرم به تو از اینکه خود مرتکب خطا شوم و یا مسلمانی را به سوی گناه بکشانم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. به نام الله که با نام او هیچ چیز در آسمان ها و زمین ضرر نمی رساند و او بی نهایت شنوای داناست. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. هر کس 3 بار در وقت صبح و 3 بار در وقت شب این دعا را بخواند هیچ چیزی به او ضرر نمیرساند. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. خوشنود و راضیم به اینکه الله خالق و صاحب اختیار من است و اسلام دینم و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبرم است. پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس این دعا را 3 بار در صبح و 3 بار در شب بخواند الله در روز قیامت او را راضی می کند. بینندگان محترم شبکه جهانی نور، نظر به این که باورها و اندیشه های راستین توحیدی نقش حیاتی در سعادت هر فرد ایفا می کند، هدف تنها مجرد تلفظ این ادعیه نبوده، بلکه توجه و عمل به مفاهیم توحیدی این اذکار مد نظر است که خود مهمترین عامل بر رسوخ این باورهای توحیدی در فرد به شمار می رود. به امید عمل به مفاهیم توحیدی اذکار نور. یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. ای همیشه زنده پاینده، به وسیله رحمتت از تو یاری میخواهم. اموراتم را اصلاح بفرما و مرا به اندازه یک چشم برهم زدن به حال خود وامگذار. امسینا و امسی الملک لله رب العالمین. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. ما و تمام جهانیان برای الله صبح را به شب رساندیم که مالک و صاحب اختیار تمام مخلوقات است. الهی از تو خیر امروز را که فتح و پیروزی و نور و برکت و هدایت است خواهانم، و از شر آنچه که امروز و بعد از آن می آید به تو پناه می برم. اعوذ بک من شر ما فیها و شر ما بعدها. امسینا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. به شب رسیدیم در حالی که بر سرشت پاک اسلام هستیم
تنها الله معبود بر حق است. به دین پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم پای بندیم و بر آیین پدرمان ابراهیم علیه السلام هستیم که تنها به سوی حق توجه داشت و تسلیم مطلق الله تعالی بود و هیچگاه برای او شریک قرار نداد. سبحان الله و بحمده 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 سبحان الله. الله پاک و منزه از تمام بدی هاست و من عاجزانه فقط او را ستایش می کنم. در حدیث صحیح از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هر کس در وقت صبح و شب 100 مرتبه این ذکر را بخواند، در روز قیامت هیچ کس درجه‌ای برتر از او را نخواهد داشت مگر کسی که این ذکر را مانند او یا بیشتر از او خوانده باشد. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. هیچ معبود بر حقی جز الله نیست که لایق عبادت باشد. یگانه عالم است که شریکی برای او نیست. پادشاهی مطلق هستی و تمامی ستایش ها از آن اوست و او بر هر چیز توانا. در صحیحین از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هر کس این ذکر را 100 مرتبه در روز بخواند، اجر آزادی 10 برده به او داده می شود و 100 حسنه برای او نوشته می شود و 100 گناه از او پاک می گردد و نیز برای او مرزی قرار داده می شود که شیطان آن روز تا شب نمی تواند به آن نزدیک شود و لطمه‌ای بزند و هیچ کس برتر از او در روز قیامت نیست مگر کسی که بیشتر از او این عمل را انجام داده باشد. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناه میبرم به سخنان کامل الله از شر تمامی مخلوقاتش. من شر ما خلق. هر کس این ذکر را 3 بار بخواند، در آن شب هیچ بیماری به او ضرر نمیرساند. استغفر الله و اتوب الیه 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 استغفر الله و اتوب. الهی مرا ببخش و بیامرز، من از نافرمانیت به سوی اطاعت تو برمیگردم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الهی بر پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلام و درود بفرست. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. در حدیث صحیح از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند هر کس صبح 10 بار و شب 10 بار بر من درود بفرستد، روز قیامت
شفاعت من شامل حالش می شود. راست گفت پیامبر من صلی الله علیه و آله و سلم.